درود میگوییم به شما بینندگان عزیز شبکه سفینه. این برنامه نوبتی خونی تاجیکستان است و ما امروز قرار داریم در طربخانه ماروش که یکی از طربخانه‌های بسیار و بسیار چی میگویند مشهور است و نوکک در خود را باز کرده است برای دوستداران خوراک‌های بسیار لذیذی. خب عربی گوییم خطا نمیکنیم. خب هستند خوراک‌های لبنانی در اینجا و امروز چه خیلی میگویند مهمانی برنامه خونی تاجیکستان هستند موین هانی. سلام علیکم. سلام علیکم. تشکر برای با ما پیوستن. شما نیز خوش آمدید. تشکر. برای بیننده‌های ما چی گفتنی دارید؟ سلام علیکم. من موین هانی میباشم، از لبنان هستم. زیاد از 20 سال در دبی فعالیت کردم. خب ما در این باره دیرتر صحبت خواهیم کرد. امروز برای بیننده های ما شما چی آماده خواهید کرد؟ امروز من عزم دارم که دو نوع خورش را آماده نمایم. خورش رحیب، این خورش لبنانی بسیار مشهور و معمول می باشد و آن خورش سرد است. خیلی خوب. برای این خورش یعنی خورش یکم شما کدام محصولات را استفاده می‌برید؟ برای این خورش برای ما لازم است پیاز، قرنفل بلغاری سرخ و سبز، گشنیج، پودینه، پامیدور و باقلاجان. محصولات اساسی این خورش همین طور؟ بله همین طور البته. خب دوستان عزیز، بعد از چند لحظه شروع خواهد کرد موین هانی و قید باید کرد که سرآشپزی طربخانه ماروش هستند و تجربه زیاده 35 ساله در همین ساحه پخت و پز گویم خطا نمیکنیم دارند در کشورهای گوناگون عربی و خب در تاجیکستان هستند و خوراک‌های بسیار لذیذ آماده میکنند برای میزاجان، برای اون نفرانی که خب بسیار خوراک‌های لذیذ رو دوست می‌دارند. گفتیم که ما قرار داریم در طرفخانه ماروش. بعد از چند لحظه شروع میکنیم برنامه را. ما رو همراه باشید. دوستان عزیز، اکنون خب موین آغاز میکند و شما خواهید دید که چگونه خب خورش میگوید. بار دیگر میگویم که دو نوع خورش رو امروز آماده میکند. خورش خنک میگویند با استیلو و خورش گرم و شروع میکند از خورش خنک. شما اکنون از خورش سرد آغاز میکنید. همین خیل؟ بله اکنون من شروع میکنم. شروع میکنم و من سوال میدیم به این نفر. این باقلاجان است. این رو ما تر و تازه از بازار دسترس میکنیم. من اون رو تازه شسته بعدم با تفتون گذاشتم. تقریبا 40 دقیقه می ایستد. بعد وای من اون رو گرفته پوستش رو جدا کردم. Maybe 10 or 15 minutes. و بعداً آمیخته کردیدن. You will mix it. بعدی پوستش رو گرفتن در آب خنک گذاشتم. بعداً از آب گرفته در جای گذاشتم تا آبش پره رود و بعداً چنین شکل رو گرفت. Very good. خیلی خوب، خیلی عالی و من فکر دارم که این خورش خیلی بالذات خواهد بود و من آخری برنامه رو انتظارم تا از این خورش چشم. بله البته. شما نام این رو گفتید. چی نام دارد این خورش؟ خورش رحیب. رحیب. خواهش میکنم درباره معنای آن برای بیننده های ما معلومات دهید. خورش رحیب نوعهای گوناگون دارد و از جهت مزه و لذت نیز گوناگونند، ولی خورش رحیب اساسی این لبنانی و سوریگی می باشد که آن را عین حال من آماده کرده ایستادم. خیلی خوب. شما در سوریه تولد شدید و من کار کردن میگیرم و صحبت را ادامه خواهم داد. بله البته چنین میکنیم. خوب شده است. خب شما در سوریه تولد شدید. بله من در سوریه تولد شدم و در لبنان زندگی کردم. کی شما فعالیت آشپزیتان را شروع نمودید؟ تقریباً 25 سال پیش من شروع کردم فعالیت خود را در آشخانه. خب البته کارم را از آشخانه خانه من آغاز نمودم. اون وقت چند سال داشته؟ خیلی جوان بودم. شاید 7-10 ساله بودید؟ نه، وقتی که 12-15 سال داشتم. اول از آماده کردن شوربا آغاز نمودم. 12-15 خیلی عالی. و مادرم اون وقت مرا میدید و میگفت که این کار رو دوام ده.
just only see me and she keep me. و وقتی که من خوراک رو پر را آماده می کردم پدر و مادر و برادرانم رو دعوت می نمودم که آمده از شوربایی تیار کرده ام استعمال نمایند. مادرم خیلی و خیلی پسند می اومد. She like it and all She my liked all your dishes Yes. because البته که وی معقول میکرد شوربای شما رو چون که مادر است وی مادر شماست. بله وی ما را روح بلند میکرد و کوشش میکرد که در این سوحه من بیشتر رشد کنم. خوب موین خواهش میکنم بگویید که در اویله شما باز کی به این کسب سر و کار داشت؟ من در نظر دارم آشپزی را. برادری من برادری خوردیم. والدینتون چی؟ نه فقط برادرم به این سر و کار داشت. and I have two brothers working also in the kitchen. okay. Have you finished any? خب آیا شما یگان دانشگاه و یا دانشکده آشپزی را ختم کرده اید؟ البته بله من دانشگاه آشپزی را ختم کردم فقط در دیگر سمتش. In the kitchen. Okay. In the bar. Different sphere, yes. خیلی خوب. وقتی که شما به این کسب سر و کار گرفتید باری هم مشکلی سدی روی شما گردیده بود؟ باری هم به خودتون گفتید اوه خدایا این چی کسبی بود که من انتخاب کردم؟ این جوده برای من بسیار مشکل است و من نمیخواهم ادامه دهم فعالیت خود را. نه عموما نه برادرم چون که من کسبم را دوست می‌دارم و شخصانی که کسبشان را صدقاً دوست می‌دارند آنها هیچگاه این طرح نمیگویند، برعکس از آن حلاوت میبرند و موفق نیز میشوند زیرا آنها دوست می‌دارند کسبی که انتخابش کردند. یعنی شما در نظر دارید که اگر شخص کسب انتخاب کردهش را دوست دارد آن حتما که شوق‌آور می‌گردد و موفق نیز می‌شود. بله البته چنین است و آن هیچ وقت مشکل نخواهد بود. بله شما وقتی که به تاجیکستان آمده چی احساسی داشتید و چگونه آن را دریافتید؟ این کشور خیلی و خیلی زیباست. دوشنبه شهر همیشه سبز است. باد و هوا نیز در اینجا خیلی فراوان و راحت است. در یک روز 4 فصل را میتوان احساس کرد. کشور خیلی دوست داشتنی است. با من خیلی پسند آمد. خیلی خوب. بیننده‌های عزیز اون نفرانی که نوکک به شبکه ما پیوستن بار دیگر میگویم که شما برنامه خونی تاجیکستان رو تماشا دارید و گفتن ممکن است که خب مهمان خونی تاجیکستان هست خونی خب لبنان بیم خطا نمیکنیم و قرار داریم در طرفخانه مروش و سرآشپز این طرفخانه خب جناب موین هانی حضور دارند و یک خوراک بسیار باللذت انیقترش خورش بسیار باللذت را آماده کرده ایستادند و برای این خورش کدام محصولات را استفاده بردند. خب پیش از همه محصولات اساسی این خورش هست باقلاجان، بعداً خب کبودی ها هستند، پامیدور، پیاز و کمکک Chestnut little. Chestnut. بله سیل پیاز خیلی خوب. Garlic. Very little, yes? Yes, Garlic, just very little. Okay. So و من پرسون میشم از این نفر که معنای نامی که در این خورش گذاشتن چی معنی دارد؟ Tell me please one more time, explain me what the meaning of the name of this salad. You told me a few minutes ago before beginning the program. Yes. This one. این چون این معنا دارد. خب وقتی که شما دختر رو انتخاب کردید و علاقه فاتی است با شما Here, not Engaged. here. Yeah. Okay. That one. What the. و این خانم چیزی که میخواهد چیزی که انتخاب میکند باید شما خواهش او را بجا بیارید. Okay. This one he prepared that. He prepared that one. Everything. و نام این خورش نیز همین معنا را دارد. بابا گنوش و یا رحیب. بابا گانوش. Baganoush. That name is or rahib salad. علاقه شما فهمیدید دوستان عزیز که بابا گانوش چی خب معنا داشته است نام این خورش و باوری کامل دارم که بسیار باللذت خواهد بود در برابر خوراک‌های ملی تاجیکی ما. هدایت کردی خوراک‌های ملی بسیار باللذت است. من سوال میکنم از موین که چگونه است؟ خب من در اینجا کمی روغن زیتون اضافه کردم و همچنین افشوره لیمو. Fresh lemon juice. Enough this one, and in the top, I can garnish with grenadine seed and. و بالای اون رو من با دانه انار آرام میدیم و باز کمی قیام انار. هر دوی اون رو استفاده میبرید همین خیل؟ بله. It's for the test one. Already sold. بعدی علاوه کمی روغن زیتون و افشوره لیمو باید حتما ما خورش رو کمی آمیخته سازیم ولی دانه و قیام انار رو باشد ما از بالایش میریزیم و آمیخته نمیکنیم. خب من میخوام از شما درباره خونی تاجیکستان پرسان شوم. وقتی که شما به تاجیکستان اومدید و خوراک‌های ملی تاجیکی رو استعمال کردید، بله البته همچون یک آشپز، همچون یک نفر کسبی در این جبهه چی فکر دارید؟ بله اون چیزی که من حاضر میگویم بسیار جدی است و بیرون از شوخی است. من خوراک‌های ملی کشورهای گوناگون رو چشیدم ولی خوراک‌های تاجیکی مرا زود مفتون کردند. اینجا خوراک‌های سالم خیلی زیادند.
اکثریت خوراک‌های سرگوشت رو دوست می‌دارند. از گوشت‌های گوناگون همچون آشپز باید بگویم که استفاده از معیار زیادی گوشت به سلامتی انسان ضرر جدی می‌رساند. برای همین سبزیجات اینجا رو من چشیدم و می‌توانم بگویم که آنها خیلی خوش‌طعم‌اند. سبزی، پامیدور، کارتوشکا از جمله میوه‌جات را همه روزه میتوان اینجا تر و تازه دسترس کرد. من زود به بازار میروم و از این زیبایی خیلی خوشم میآید و به من پسند است. میتوانم بگویم که کشوری خیلی طبیعی است. به شما پسند آمد؟ بله، به من پسند آمد. خیلی خوب، تشکر به شما. بار دیگر خوش آمدید میگیم شما را و هر کسی که خورش و خوراک‌های شما را میچشد البته حلاوت خواهند برد. دوستان عزیز، بار دیگر میگویم که اون نفرانی که میخوان از خوراک‌های خب آقای موین، جناب موین از خورش‌هایش استعمال نمایند، چشان بهره برند، مرحمت در طرفخانه مروش برای هر یکی شما باز است و شما میتوانید در دلخواه وقتی خالیگیتون آمده از این خوراک‌های بسیار بالذات، خورش‌های بسیار عالی خب چشید، حلاوت برید و خب پورا معلومات خواهد داد همین سرآشپز این طرفخانه برای شما. الکی خورش اول آماده شد، بعد از چند لحظه پورا آماده میشه و قید باید کرد که ما گفتیم که امروز دو نوع خورش رو آماده میکنیم و بعداً یک خوراک دیگر. همش رو یکجا مینشینیم در طرفخانه میچشیم با همراهی موین هانی. هانی یعنی خب در ترجمه انگلیسی اگر بگویم کمک ما شوخی کردیم در رفتی برنامه که هست اصل، یعنی نسبش که اصل هست و میگوید خوراک‌های من نیست بسیار به مانند اصل شیرین است و بالذات است. Very good, very good. One more time, thank you for joining us. I think it's ready, yeah? The first salad is ready to decorate. Yes. Okay. دوستان عزیز، بعد از چند لحظه برمیگردیم و در همین ظرف مخصوص میگیرد و با یک زیب و زینت مخصوص پیشنهاد میکنم با همراه باشید. این برنامه خونه تاجیکستان است. از شبکه سفینه قرار داریم در طرفخانه مروش با همراهی سرآشپز این طرفخانه آقای موین هانی. بعد از چند لحظه برمیگردیم. Welcome in the Ranush restaurant. Thank you. دوستان عزیز و نفرانی که همکنون به شبکه سفینه پیوستن، بار دیگر میگویم شما تماشا دارید برنامه خونه تاجیکستان رو و ما قرار داریم در طرفخانه مروش. سرآشپز این طرفخانه بسیار خورش بالذات را آماده کرده ایستاده است. اکنون خب پروسسی زیب و زینتی این خورش است برای میزبان وقتی که پیشنهاد میکنند. بله، اکنون من باید آن را آرو دهم. شما الکی به آرو دادن شروع کردید، الکی شروع کردید و شما درباره فعالیتتون در کشورهای گوناگون گفتید. میخواستم مفصل در این باره حرف میزدید. البته من قریب 20 یا زیاده از 18 سال انیق در دبی کار کردم. از این 12 سالش رو در میمانخانه جمیره بیچ گذراندم. میمانخانه جمیره بیچ یکی از پرنفوذترین میمانخانه‌های دبی همینطور؟ بله، همین طور است. بعد برج العرب بهترین میمانخانه محسوب می‌یابد. برج العرب next to برج العرب but same company. Very good. اکنون می‌بینم که شما بلالی نو گذاشتید خورش رو و می‌پردازید به آرو دادن آن. میگویند که آرو دادن خوراک و یا خورش این یکی از جزءهای مهمترین و اساسی ترین به شمار می‌رود. همین خیلی است. بله، به شبهه آرایش خورش و خوراک خیلی مهم است. به خصوص خورشی سرد، زیرا آن را از همه اول به میمون پیشکش می‌کنیم. Cold mazaf important decoration for the customer. اگر خوراک خیلی و خیلی بالذات است ولی آرایش خوب ندارد، میهمان الکی فکر میکند که آن شاید لذیذ نباشد، یعنی شستی میهمان را میگرداند. اما اگر آرایش خیلی خوب باشد او زود به خوردن شروع میکند. از این رو آرایش خیلی مهم است برای دلخواه خورش و خوراک. Without decoration, it's the customer he stop little and he thinking. Yes. But when he find decoration, he going to taste. This is important decoration for any plate. Good. You're welcome. Good. دوستان واقعا Welcome in the Marouche restaurant. دوستان عزیز میگوید که واقعا هم
гарчанде ки хӯрок ё хӯриш ба дараҷаи олӣ болаззат бошад, пеш аз ҳама бояд ки як намои хуб эстетикӣ, намои зоҳирияш бисёр дилкаш бошад. Вақте ки мизоҷ ё кун нафаре ки меояд ба тарабхона, пеш аз ҳама ба намои зоҳирӣ анамун хӯриш ё хӯрок аҳамияти ҷиддӣ медиҳад, зеро бояд ки ошпаз хуб анаминро аҳамият диҳад. Ин бисёр муҳим аст. Вақте ки зебу зиннати хуб дода шуда бошад, ё хӯриш аст ё хӯрок, аллакай иштиёб пайдо мешавад ва мехоҳад шахс ки истеъмол намояд, аллакай хӯриши мо омода шудааст, бинед ки чӣ гуна аст ва тамоми анамун хуб чӣ мегӯянд нуқтаҳое ки бояд ки аҳамият диҳад, аҳамият медиҳад. Сарошпази мо бори дигар мегӯяд ки хуш омадед ба тарабхонаи Маруш барои истеъмол ва чашидани хӯрокҳои бисёр лазизи арабӣ ва лубнонӣ. беҳтарин. Саломат бошед. Ман фикр мекунам ки ин хеле болаззат аст, зеро хеле иштиҳоовар менамояд. Бале, ин ороиши классикист, хеле содда. Хеле хуб, баъди омода шудани хӯриши дуюм ва хӯроки асосӣ мо дар тарабхонаи Маруш менишинем ва мечашем аз ин хӯришу хӯроки лазиз. дӯстони азиз, аллакай хӯриши аввали ҷаноби Муин омода шуд ва номашро низ гуфт. Ростӣ ман камакак аз хотир баровардам номашро бо забони арабӣ ва дар бораи анамин маънои номаш низ гуфт ки чӣ маъно дорад, шумо аллакай фаҳмидед ва шурӯъ мекунем ба омода кардани хӯриши дуюм. Ин буд хӯриши хуб якум, яъне хӯриши хунук. омода мешавад хӯриши дуюм ва баъдан як хӯроки дигар омода мекунад оғои Муин. моро ҳамроҳ бошед. баъд аз чанд лаҳза бармегардем. ман боварӣ комилӣ дорам ки хуб баъд аз тамошои ин барнома шумо давида бо ҳамроҳи наздикон, дӯстон, аҳли оила ба тарабхонаи Маруш меоед ва мечашед аз хӯрокҳои бисёр лазизе ки имрӯз ҷаноби Муин омода мекунад ҳама рӯза. моро ҳамроҳ бошед. баъд аз чанд лаҳза бармегардем. бори дигар хуш омадед ба барномаи мо дӯстони азиз. ман фикр мекунам ки шумо бесаброна интизор будед ки кай акнун шурӯъ мекунад ҷаноби Муин ба хоб хӯриши дуюм. хӯриши дуюм аст имрӯз ва мебинем ки кадом маҳсулото лозим меояд. Mr. Muin, what kind of products can we use in the ҷаноби Муин, кадом навъи маҳсулотро истифода мебаред дар хӯриши дуюм, яъне хӯриши гарм? бале, хӯриши дуюм ном дорад батата ҳарра. хӯришҳои гарм навъҳои хеле зиёд доранд ва имрӯз ман аз ҳама осон ва тезтайёрашро омода хоҳам кард. You will prepare one of them. Okay. дар тарабхонаи Маруш мо навъҳои гуногун ва зиёди хӯришҳои гармро омода мекунем. гуфтам ки ном дорад батата ҳарра. The meaning of this. мегуфтед ки чӣ маъно дорад? тамошобинон мехоҳанд маънои онро фаҳманд. бале, ин хӯриш аз картошка, гашниш, сирпиёз ва занҷабил иборат аст. яъне ин хӯриш каме тез аст. каме тез аст. бале, каме тез мебошад. аз ҳамин лиҳоз меҳмонон онро хеле дӯст медоранд. фикр мекунам пеш аз истеъмоли хӯроки асосӣ онҳо инро мехӯранд, ҳамин тавр? бале, ин аллакай омода шудааст 50%. омода намудани батата ҳарра хеле осон аст ва вақти хеле камро мегирад. ҳамчунин кӯдакон низ ин хӯришро хеле дӯст медоранд, фақат бе истифодаи тезӣ. акнун мо шурӯъ мекунем ба пурра омода кардани он. ин 1 дақиқаро дар бар мегирад. аҳа, фурсати хеле камро дар бар мегирад. хеле хуб. дӯстони азиз, акнун шурӯъ мекунад гуфтан ки бисёр зуд омода мешавад. ҷаноби Муин гуфтан ин хӯрок ва кӯдакҳо низ инро дӯст медоранд. фақат ки барои калонсолон мо истифода мебарем анамин тезиро ва барои хурдсолон истифода намебарем. You can continue. шумо метавонед идома диҳед. бале, ман аллакай дар тоба равғани зайтунро тафсондам ва 2 дандона сирпиёзро майда реза карда андохтам. тақрибан 15-20 сония таф медиҳам. баъдан гашнишро меандозам. зуд баъди он картошкаи тайёрро меандозам. вақти хеле камро мегирифтааст, ҳамин тавр? бале, чунин аст. хӯриши тез тайёр аст ва мувофиқи табъу завқ тез илова мекунем. каме қаламфури булғорӣ, каме намак. ва дар охир каме омехта месозем. ва афшураи лимӯ каме илова месозем. 15
20 ثانیه دیگر آمیخته میکنیم. Within 15 seconds, it's finished. That one, it's ready. This I'm going to. اینش هم آماده شد و بلالی میگذاریم. This is coming very fast. اوکی دوستان عزیز الکای پورا Okay. من فکر میکنم که آماده شد و چون گفتن که انامین مانوی انامین نومی انامین خورش گرم رو اگر با زبانی ساده خودمون گیریم میگه که خب کارتوشکای تیز میگن. یعنی معنیش از کارتوشکای تیز همین خیلی؟ بله خیلی خوب. این در لبنان خیلی مشهور است این خورش. در دلخو طرفخانه لبنانی این خورش هست. از جمله در تاجیکستان نیز الکای این خیلی مشهور گردیده است. مهمانان وقتی که به طرفخانه ما آمدند از این خورش یعنی بطاطا را فرمایش میدهند. When you came here and they order, yes? Yes, that's Okay, very good. خیلی خوب. اکنون باید آرا دهیم؟ بله. چون در خورش اول گفتیم آرایش خورش و خوراک بسیار مهم می باشد. خب میخواستم درباره خوراک‌های تاجیکی از شما سوال کنم. کدام خوراک تاجیکی رو شما دوست داشتید؟ یعنی برایتون پسند آمد؟ What kind of Tajik dishes did you like? چند وقت است که شما در اینجایید؟ من قریب 2 ماه می شود که در تاجیکستانم. کدام نوعی خوراک ملی تاجیکی رو شما استعمال نمودید؟ Tajik dishes have you tasted? There's so many dish in Tajikistan. با من از همه زیاد آشی پلاو پسند آمد. من یک چند مرتبه استعمال نمودم. این خوراک خیلی بولذت بوده است. خیلی خوب. الکی آماده شد گفتیم اینش میگویند به زبان انگلیسی spicy potato in Arabic is it بطاطا حرة. بطاطا حاره و به زبان تاجیکی کارتوشکای تیز. Yes, exactly. Yeah, very good. Exactly So, this الکی ما خورشی دویم رو نیز به آخر رسوندیم دوستان عزیز و اساسش آغاز میکنیم به آماده کردن خوراکی که امروز خب تیار میکند آماده میکند جنابی موین هانی. What kind of dishes? اکنون کدام نوع خوراک را شما آماده میکنید برای بیننده های ما؟ من خوراک با نام مندی را آماده کردنیم. Mandi. What's the meaning of mandi? Mandi if coming. این چگونه خوراک است؟ مندی این از یمن سرچشمه میگیرد. البته از گوشت برچه و برنج آماده می شود. از برنج زرد و سفید. برنج زرد و سفید؟ بله. And white rice mixing with lamb. اون رو با گوشت بره آمیخته میکنیم؟ نه آمیخته نمیکنیم. فهمم. باز در آن علاوه میکنیم افشوره پامیدور، پیاز و کمی تیزی. فهمم. اولی من باوری دارم که این خیلی بولذت خواهد بود. بعد از چند لحظه برمیگردیم گفتیم که خوراک خورش دوم نیز آماده شد و خوراک اساسی رو آماده میکنند و میگویند که این خوراک نیز بسیار زود آماده میشود. یعنی این چی معنا دارد؟ معنی اون رو دارد که اگر شما به طرفخانه مروش اوید خوراکی که شما خب فرمایش میدید یا خورش ها در دیگر طرفخانه ها دیگر جای ها اگر کمک وقت گیرد در اینجا سرآشپز در یک مدتی کوتاه آماده میکنید که خودتون در حیرت میمونید. اگر شما اینو باور ندارید مرحمت به طرفخانه مروش و آماده استعمال کنید. ما رو همراه باشید بعد از چند لحظه برمیگردیم. بینندگان گرامی خوش آمدید به برنامه ما و بار دیگر میگویم که ما قرار داریم در طرفخانه مروش و امروز آشپز این طرفخانه جناب موین هانی خوراکای بسیار لذیذ خورش‌های بسیار بامزه رو خب آماده کرده ایستاده است و مگس به ما انیقترش خلال میرساند. هیچ باکی نیست در همه جا هستند و چی باید گفت؟ امروز گفتیم که دو خورش آماده کردن الکی خوراک اساسی رو آماده میکنن و بسیار یک بوی لذیذ دارد. باور کنید دوستان عزیز اگر شما در اینجا باشید احساس میکنید چقدر بوی لذیذ دارد و خب شروع میکنیم. So, Mr. Moin,
خب جناب موین این چی است خواهش میکنم برای بیننده ها فهمونید باری دیگر خوش آمدید به طرف خانه مروش تشکر این مندی می باشد مندی لحم با زبان عربی بسیار خوراکی مشهور است For the dish very famous. در کشورهای اهل عرب بله در کشورهای عربی و بیرون از آنها خب و این را من در تفتان آماده کردم This one we need to prepare private دخوفکه. Yes, in oven, yeah? Yes. در قبط یکم برنج رو میگذاریم و در قبط دوم گوشت رو يعني open this one after to put lamb after rice and lamb. Oh my and God. This is we need too much time. But How many? چند دقیقه باید ایستند تخمینا میتوانید گفته قریب 40 دقیقه یا 2 ساعت 2 ساعت بله چون که آن را باید در حرارت پست پخت حرارت پست بله پست بله خیلی پست there is no time for. خب اکنون من آنها رو پیشکی آماده کردم برای وقت را زیاد نگرفتم الکی شما آماده کردید بله خیلی خوب شما با من گفتید که چی نامش بود What? One more time? Rice, yes. No, the name. مندی مندی لم مندی دوستان عزیز چون که گفتن لم مندی نام دارد این خوراک بسیار مشهور است در کشورهای اهل عرب و من فکر میکنم که وقتی که شما نیز چشیدید بسیار خوب مشهور خواهد شد در تاجیکستان و دوستداران این نوع خوراک نیز زیاد می شود اگر شما به طرفخانه مروش بیایید و چشید از این خوراکی بولذت. ادامه میدیم بله ادامه میدیم اول وقتی که برنج رو آماده میکنیم از شیره گوشت که هنگام پختن جدا می شود استفاده میبریم الکی اینجا دو نوع برنج است همین خیل بله خب گفتیم از آب اون در برنج استفاده میبریم خیلی بولذت میگرداند برنج رو This rice with this water from the Oh lamb. my God. Because this is they have fat. This is Yes. not easy. This one heavy. To but have it's it, yeah. delicious, really. Very We will try it delicious. now. Okay. So tell me about انا این است آبش ها بله انا همین است آبی گوشتی برچه در این خاکه های زیادی خوشبوی کننده اضافه میکنیم البته این بسیار مهم می باشد انا همین خیل خاکه های خوشبوی کننده که من نمبر کردم This is important to put together. Okay. Cardamom, onion, carrot, and cinnamon. This is important. all of it? Very good. Flavors very good. So I think that viewers just Yes. این گوشت رو بینید چگونه ملایم و دلکش پخته شده است آن را ما قریب 2 ساعت پختیم 1.5 hour. 1.5 hour. Only boil this or not? No, it's a grill. Grill, yeah. Grill. Okay. Okay. Oh my God, it's very. It looks very delicious. خدایا چقدر اشتیاور می نماید البته که باید با استخوان‌هایش باشد آها فهمم شما می توانید اینجا مویز رو استفاده برید موافق طبع و ذوق و کبودی We call this Not too maviz. much. This one to marinate, but little. Little, The yes. customer he like the lamb and rice more than this. You have told me that you're just 2 months here, yes? Yeah. Too. شما گفتید که قریب 2 ماه است که در تاجیکستان هستید همین طور بله میخواستم بگویید که یگان کلمه تاجیکی را آموختید بله من کوشش میکنم که زبان تاجیکی را هرچی زودتر و خوبتر آموزم زیرا این کشور را خیلی دوست داشتم City, it's different now. Okay. This is like shkheli. Shkheli. It's very good. Good, very good. Exactly. This sauce, it's coming. Also like Mixed tomato, yeah? this one. Yes. Special. خب اکنون افشورای پمیدور رو با پیاز و کمی تیزی هنگام استعمال مندی استفاده میبریم Chili, just some salt. It's and so spicy. Some salt and some olive oil together. Good. It's also. We can use here, just listen the flies. خیلی عالی بینید که مگس میخواد این رو پیش از ما چشد خیلی خوب اکنون تمام همچنین از شیره و یا آبی گوشت اینجا اضافه میکنیم موافق طبع و ذوق هر یک مهمان We can make like that. Yeah. Okay. And آها اکنون تیار شد خوش آمدید به طرف خانه مروش خیلی خوب دوستان عزیز بار دیگر میگویم که الکی آماده شد خوراک اساسی ما که آماده کردن جناب موین حنی و بسیار اشتیاور است و از همینجا همین بویش میزند بر مشام بسیار من میخوام زودتر هرچی زودتر چشم و بگویم از همین مزه همین خوراکی چگونه مزه و چگونه لذت دارد بعد از چند لحظه برمیگردیم و گفتیم که الکی خوراک آماده شد بعد از چند لحظه برمیگردیم و میشینیم با جناب موین استعمال میکنیم میچشیم از این خورش و خوراک و میگوییم که چگونه لذت چگونه مزه دارد ما رو همراه باشید این برنامه خونه تاجیکستان است از شبکه سفینه گفتیم که قرار داریم در طرفخانه مروش که خوراکای لذیذی
عربی رو لبنانی رو آماده میکنند. ما رو همراه باشید. دوستان عزیز، بالاخره نشستیم در طربخانه مروش گفتیم و میچشیم با سرآشپز این طربخانه جناب موین هنی خورش و خوراکی که امروز آماده کردند. شما آماده جناب؟ بله من آماده ام. بار دیگر خوش آمده. مرحمت چشید. خب یک جویا میچشیم. با آن همین نان میچشیم همینطور؟ بله این نانی عربی میباشد. چی نام دارد؟ نامش حبیز است. این خورش ها را با این نان گرم باید که استعمال نمایی. خب با این نان خیلی با لذت خواهد بود. خیلی خوب. مرحمت شروع کنید. دوستان عزیز شروع میکنیم و همین نان های مخصوص عربی است که در اینجا خودشون آماده میکنند و حتما که این خورش ها رو با همین نان استعمال کرد. اوکی؟ از کدام شروع کنیم؟ شما میتوانید از دل خورش سرد شروع نمایید. سه نوع خورش سرد است. خوب میرویم. مرحمت با من چشید. این خیلی بله. Please, with me you have to taste it. Like this, yes? Okay. میچشیم از خورشی که خورش یکم آماده کردند جناب موین. چگونه است؟ خیلی لذیذ است. وزنی نیست؟ بله خیلی سبک و خوشخور می باشد. بله از سبزوات است. واقعا دوستان عزیز گفتیم که محصولات اساسی این خورش هست همین باقلاجان گفتیم به طور مخصوص آماده شده است و باور کنید با همین کبودی ها و همین دانه انار یک طعمی به خود خاص را میدهد که واقعا هم شخص خود را در کشورهای عربی احساس میکنه. وقتی که من این را چشیدم خود را در کشورهای عربی احساس کردم. بله چون این است این خورش به شما خیلی و خیلی پسند میآید. وقتی که من در کشور قطر بودم از این نوع استعمال کرده بودم خیلی لذیذ است. اکنون خورش دوم. الکی از خورش یکم چشیدیم بسیار بلذت است و میچشیم از دومش. From this one, okay. Hummus, begin. از حموس میچشیم دوستان عزیز. با روغن زیتون مرحمت. اینها از جهت مزه از همدیگر با کلی فرق دارند. بله البته فرق میکنند. کلا تفاوت دارند از همدیگر. Very good. واقعا هم دوستان عزیز لذتی به خود خاص دارد. خورش دومی سرد نیست با کلی فرق میکند لذتش از این خورش و از خورش سوم ما شروع میکنیم. انیقترش دوام میدیم با همراهی موین. قرار داریم گفتیم در طربخانه مروش. بله سیومش این است. متبل نام دارد. متبل؟ بله خیلی خوب. اکنون میتوانیم چشیم همینطور اینجا میگذاریم. شروع میکنیم دوستان. با دقت باشید. ماست با همین نان باید که استعمال کرد و تفاوت رو احساس میکنید؟ به شبهه. Every three of them هر سه این خورش ها خیلی بلذتند و با همدیگر مانند نیستند. هر یکشون به طور خاص لذت دارند. بله اینها بودند خورش های سرد. خب خورش هایی که ما تو این دم چشیدیم خورش های سرد بودند. بله خورش های سرد بودند. اکنون این خورش گرم می باشد. این به شما خیلی پسند خواهد آمد و این رو اکثریت پیش از خوراک اساسی فرمایش میدهند و آن را باید زودک از آشخانه راست به نزد مهمان آورد. He eat hot. Yes. And already inside hot. Spice. Very good. So You can see the I can من میتوانم آن را با شاخینچه با قاشق استفاده برم. فرقش نیست؟ بله چه خیلی که میخواهید. مرحمت شروع کنید. دوستان عزیز شروع میکنیم از خورش گفتیم که گرم خورش سیوم.
چون که در اینجا موین گفتن که زود وقتی آماده می شود زود باید که به نزد میزاج آورد در همین با گرمیش که مزه به خود خاص را دارد. چی خیلی است؟ بهترین اولی کارتوشکا بسیار نازک پخته شده است. آن البته با روغن زیتون بیرون شده است با سیرپیوز. همه این خوریشو البته با روغن زیتون آماده شدند. همین طور است؟ بله، اینش هم وایش هم انا سیومش هم. خیلی خوب و اکنون ما میتوانیم اینجا خوراک اساسی را چشیم. اکنون دوستان عزیز گفتیم که ماندی نام دارد انامن خوراکی که آماده کرد خوراک اساسی و نمای خیلی زیبا دارد چون موین گفتن که پیش از اونی که پیشنهاد کنیم با انامن میزوج باید که خوراک بسیار خوب زیبا زینت داده شده باشد. Can begin? اوکی. میچشیم و میگوییم که چگونه مزه دارد. گفتیم که دو نوعی خب برنج است در اینجا علاوه کردن از بالایشون مغز و بعداً گوشت به طور مخصوص در دوام 1.5 ساعت باید پزد و انمون آب این گوشت رو باز استفاده میبرن. اوکی؟ بله مرحمت. بینید که بعد 2 ساعت در تفتون بودن گوشت چگونه ملایم است و برای جدا کردن خیلی آسان است. خیلی آسان است. البته. خب فکر میکنم که وقتی چشیدنش اومد. همین طور؟ شروع میکنیم از استعمال مندی. گفتیم که برنج است گوشت و به طور مخصوص فقط میپزد این رو آماده میکند در طرف خانه مروش جناب موین. اوکی. مرحمت چی گفتن میخواستید شما همچنین میتوانید این رو استفاده برید. آها مایلش. It is special. چون برنج رو گفتیم که در اکثریت خوراک‌ها ما استفاده میبریم و در اینجا به طور مخصوص پخته شده است که بسیار ملایم، بسیار زیبا و اشتیاور آماده شده است. باور کنید دوستان عزیز اگر شما خواهید که از این خوراک‌ها استعمال نمایید حلاوت ببرید مرحمت به طرفخانه مروش که در اینجا بسیار خوراک‌های لذیذ عربی آماده می شود. Very good. خیلی عالی. تشکر زیاد به شما جناب موین برای این خوراک. خوش آمدید. تشکر زیاد برای این خوریش‌ها. هر یکی آنها بی‌نظیرند، طعمی مخصوص دارند و خیلی لذیذند. من فکر میکنم که هر روز وقتی که مهمانان میزوجان به طرفخانه مروش میآیند از این خوریش و خوراک‌ها بهره میبرند و خیلی خوشحال نیز میشوند. البته بی‌شبهه. Program. What do you want to say also to our viewers? خب در آخر برنامه چی گفتنی دارید؟ با تماشابینان تلویزیونی سفینه و با میزوجانتون. تشکر برای تشریفتون به طرفخانه مروش. تشکر. Yes. من باوری دارم که باز شما رو میبینم. همچنین با تلویزیونی سفینه پیشروی و موفقیت را آرزومندم و باری دیگر سپاس برای تشریفتون. سپاس و تشکر به شما. سلامت باشید شما. دوستان عزیز ما گفتیم که خوراک‌های بسیار لذیذ و خوریش‌ها رو استعمال کردیم آماده کردند سرآشپز طرفخانه مروش و شما میتوانید همه روزه آماده در اینجا خوراک‌های بسیار لذیذ رو استعمال نمایید و من باوری کامل دارم که هر یکی شما در برابر استعمال خوراک‌های ملی تاجیکی میتوانید که دیگر خوراک‌های دیگر کشورها نیز استعمال نمایید. اینجا باشد برنامه ما با آخر میرسد. تا دیدار نوبتی همیشه سلامت بمانید و حتما از خوراک‌های ملی تاجیکی استعمال نمایید اولش و بعداً از خوراک‌های کشورهای گوناگون برای بای کردنی انامین چی میگویند روی خط خوراک‌هایی که شما استعمال میکنید. تا دیدار نوبتی سلامت باشید. Thank you very much. You're welcome. Thank you. Thank you very much.